در وزارت نقلیات تاجیکستان روز 28 دکبر بر رادیو آزادی خبر دادند که شرکت چینی کورپوراسیای 19 راه‌آهن‌سازی از سه نقب خط راه‌آهنی وحدت یوون دو تایش را علاقه پره و نقب سوم را 73% سوراخ کردند. ساختمان قطعه راه‌آهن وحدت یوون در صورت پره بنیاد شدنش ولایت ختلان را با 3 میلیون اهالیش طریق راه‌آهن به مرکز کشور پیوند خواهد کرد. تاجیکستان به ساختمان این راه سال 2009 پس از تخریب شدن قطعه راه غلبه اموزنگ ختلان از سوی ازبکستان شروع کرد، چون که پس از تخریب این راه از سوی مقامات ازبکستان ولایت ختلان از یگانه راه آهنش محروم شد. با دستور حکومت تاجیکستان اداره راه آهن سال 2009 به ساختمان راه آهن وحدت یوون شروع کرد، اما کشور به تنهایی در ساختمان سه نقب در این قطعه راه مشکل میکشید. این است که دولت تاجیکستان اولی سال روان از اکسیم بانک چین به خاطر انجام ساختمان قطعه راه آهن وحدت یوون 68 میلیون دلار قرض با امتیاز دریافت کرد. این راه که بیش از 40 کیلومتر طول دارد، قسمت به سرمایه چین و باقی مانده با پول بودجه کشور ساخته شده قرار است تا ماه اوگوست سال 2016 به استفاده داده شود. ولی این اولین طرح راه نقب‌سازی نیست که تاجیکستان با کمک سرمایه چین بنیاد کرده است. دولت تاجیکستان که بیرون کشیدن کشور را از بنبست کمونیکاسیونی یک از هدف‌های استراتژی خود خوانده است، طرح‌های بزرگ نقلیاتیش را اساساً با کمک و سرمایه چین عملی می‌سازد. سه نقب اتومبیلگرد دیگر شهرستان در ولایت سوخت و چهارمغزک و شرشر در ختلان با سرمایه از اشتراک شرکت‌های ساختمانی چین ساخته و به استفاده داده شدند. فعلا قرض دوشنبه از پکین علاقه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریباً نصف تمام قرض‌های خارجی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و اساساً برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراه‌ها و نقب‌ها صرف شدند. تاجیکستان نیز در نوبت خود قسمی از زمین خود و یک چند کانی طلا را در اختیار چین در عوض قرض‌هایش واگذار کرد که نگرانی بسیاری از جامعه شهروندی تاجیکستان را به بار آورده است.